به نام خدا، مجتبی صادقی هستم، مسئول بخش هماهنگی و بخش فروشات پوشاک مکس. شرکت تولیدی پوشاک مکس از سال 2021 به این طرف در بخش تولیدات محصولات پوشاک مردانه از قبیل واسکت‌های مردانه و همچنین جمپرهای مردانه فعالیت خود را آغاز کرده است. ما در اینجا بیشتر از دهها نوع، صدها نوع دیزاین در هر دو مدل، در هر دو محصول ما که عبارت از واسکت‌های مردانه و هم شکل جمپرهای مردانه می باشند را سالانه تولید و تهیه می کنیم. بخش فروشات ما که به شکل عمده و پرچون می باشد در تمامی شهرها و ولایت افغانستان فعال می باشند و دوستا به شکل عمده و پرچون می توانند بگیرند. در سه نمایندگی که پوشاک مکس در تنها فعلا در کابل دارند، ما بیشتر از 2000 نفر را به شکل مستقیم همراه ما همکار می باشند و کارمند ما می باشند و بیشتر از 3000 نفر در خصوص تولیدات، در خصوص فروشات، چی به شکل عمده چی به شکل پرچون در شهرها و ولایت افغانستان همراه ما همکار می باشند که تعدادشان به 3000 نفر می رسد. محصولات فعلی ما مختص به محصولات مردانه می باشند که عبارت از همین جمپرها و واسکت‌ها می باشد، اما برنامه بعدی و پلان‌های بعدی که شرکت دارند تا سال آینده توانایی و ظرفیت این را دارند که بتوانند با تخصص بیشتر، با کیفیت بالاتر بتوانند محصولات زنانه از قبیل حجاب و دیگر لباس‌های مربوط به رفاه و ناز می باشند را به شکل انبوه با برند مکس تهیه و تولید بکنند. السلام علیکم. میرو هستم د چرقلای د چاردین تمام دلته کار کوم د مکس کارخانه کې اتلس نفره کور خرج لرم. دلته ناراور د کور یم. د مکس د کارخانې نه ډېر خوشحاله یم او میاسې او معاش مې ښه ده، کور خرچي کېږي. دلته مې د یو انډیوال مې و، خیر دې اوسېږي، هغې را سره همکاري وکړه او دلته یې راوستم او د هغې نه بعد د هغې په دعا د کور خرچي و د هغه کار د خپل درآمد واسه. بسم الله الرحمن الرحیم. رامین حاصلی هستم. من مدت زیاد نمیشه، تقریبا یک 6-7 ماه میشه که من اینو مشغول باشم. محصل هستم، محصل بودم، راضی هستم. من زمان که آمدم در همچون یک شرکت و دیدم که مثل من، مثل امثال من اینجا کار میکنه، فعالیت میکنه. اقتصاد افغانستان و از همچون شرکت هایی که فعلا چند تا فامیل در حدود 2000 فامیل از اینجا حمایه میشه، اقتصادشان میچرخه. ما بسیار راضی هستم که همچون شرکت های در داخل افغانستان راه اندازی شود و ما بتانیم که خودکفا باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. علی شاه صادقی هستم. متعدد 2 سال میشه در کارخانه مکس کار میکنم و 6 نفر به خانه نان میتونم. کار است، اگر دنبال کار باشه جوان، دنبال کار است، هر کار بگرده، هر کار است. یک رفیقم بود، من آوردم این کار.